آیت الله العظما حاج شیخ جعفر شوشتری نوشته تو احوالاتش خیلی دلم میخواست منبر برم، بلد نبودم، جور نمیشد، نمیتونستم نظام بدم. یه منطقه‌ای در جنوب شرقی ایران منو دعوت کردن 10 شب، نگرفت منبر. گفتم حالا شب دوم یه منبر خوب میرم، نشد. و شب سوم صاحب خانه گفت آقا ببخشید نظر ما 3 شب بود، پول 3 شب رو به ما داد و گفت به سلامت. داغون شدم، درس خونده بودم، زحمت کشیدم، خوابم نمی برد. به عبی عبدالله گفتم من عاشق منبر و روزه خوندن برای تو هم باید اینجوری بی آبرو بشم. خوابیدم با گریه. خواب دیدم روز عاشوراست، امام بیرون خیمه نشسته و فرمود شیخ بیشی. نشستم کنار عبی عبدالله، رو کرد به قمر بنی هاشم غذا چی داری؟ قمر بنی هاشم عرض کرد یه 2-3 مش سویق داری؟ فرمود بیار. ظرف و گذاشت جلو من، گو بخور. یه 2-3 تا قاشق خوردم، بیدار شدم. دیدم اولین منبر کشور ایران. اگه من دارم روون حرف میزنم رزق اون، اگه شما دارید میاین و روون گریه میکنید رزق نبی و ولی.